در دهه شاهان دهات دشت جم ناحیه‌ای به نام شمس‌الدین شاهین در شفت شهرهای دوشنبه خورخ نزد مؤسسه تاسیسات میانه عمومی رقم 20 این آثارخانه بوده سیاحان و مهمانان امکان دارند از تماشای نگاره‌های آن با تاریخ و فرهنگ این منطقه کوهستانی تاجیکستان از نزدیک شناس شوند. این آثارخانه با تشبث و زحمت ساکن این دهه حلیم کریموف تأسیس یافته است. سال 2017 پیشوای ملت به ناحیه شمس‌الدین شاهین تشریف آورد و وعده دادند که مکتب خوب می‌سازیم، زمانوی می‌سازیم. وقتی که ما رو از دهه از مکتب کهنه به پایان فرآوردن، من همین تصمیم گرفتم که بخشیده به روز پرزیدنت یعنی 16 نوامبر چیکار کنم که یک آثارخانه کشایم. در دلم جوش میزد که پیشوای معظم ملت را من با همین کارم با همین زحمتم باید پیشواز بگیرم و همون سال به همین کار دست دادم و تا امروز در جستجو هستم. هر آن چیزی که برای از قدیم میماند در دهه های گرد اطراف ناحیه های گرد اطراف من آورده در این آثارخانه گرد آورده. در این آثارخانه حلیم کریموف زیاده از 700 نگاره‌های تاریخی را از شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب اینجا گرد آورده است. بین اینها ارزشمندترینش را از دهه شاهان پیدا کرده است. قیمتترین این چیزها انا همین مهر قیمتترین همین هست و سرنیزه هایی که من دارم. دو تا سرنیزه در تاریخ دنیای قدیم انا یوسف شاه یعقوبوفی اکادمیک همین سرنیزه ها رو قید کردگی است. آثارخانه تاریخی تشکیل نموده حلیم کریموف از گوشه های علاهیده عبارت می باشد. قسم زیادی یک گوشه آن را ظرف های سفالی با حجم های گوناگون تشکیل می دهند که به دوره های گوناگون تاریخی نسبت دارند. در بعضی از آنها مثل این کوزه نقش و نگارها تصویر یافته است که صنعت بلند هنرمندان آن وقته تاجیک را گواهی می دهد. چکن کلاب در کوزه ها ثبت شدگی است. ببینید اینم خیلی که در این چکن ها هست اینو میبینیم در همه کوزه ها هم چکن است. این بهترین عمل مردم تاجیک است که از قرن ها تا به امروز آورده رسوند. آثارخانه حلیم کریموف در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بنیاد یافته است. از سال 2007 تا این جانب آن را هزارها سیاحان و مهمانان تماشا کردند. باور کنید ما در آثارخانه در همین آثارخانه در آمدیم خودمون من شخصا خدمت در عصرهای 15 و 14 و دوره که وقتی که شعر خیام استاد خون در هم عصر خیام احساس کردم. اون چیزایی هست اون کوزه های هستند که آن خم های هستند که به همون اثرهای خیلی قدیمه متعلق هستند و من باور کنین به کار استاد به زحمت استاد به مهنت استاد که ملت زنده کرده ایستاده است احسان میخونم. اگر ما این چیزا را ندانیم ملت را نمیشناسیم. وقتی که ما تمدن میگیم و معرفت میگیم بذار مردم بدونه که تمدن چیست معرفت چیست از کجا سر میشلست. ما نه کوچگز بدیم نه کوچی بدیم بلکه بینن مردم که در حقیقت هنرمند بود است ملتی تمدن آفری تاجیک. حلیم کریموف برای زحمت‌هایش با نشان سرسینگی علوچه معروف تاجیکستان سرفراز گردیده است، لیکن میگوید برای او اصلا تحفه قیمت این صادق بودن به وطن و پرزیدنت تاجیکستان میباشد. پیشوای معظم ملت به 3 اکتبر سال 2023 در باغ بابای شمس در مرکز ناحیه در شهرک شوراباد در واخورش حضور داشتم. آفرین گفت آموزگار به این زحمت. همین بهای بهترین من است. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی